بعضی مادرها، بعضی پدرها اگر با دختر عمود، با پسر عمود، با دختر خالت، با دختر عمت، با فلان ازدواج نکردی، شیر من بر تو حرام. معذرت میخوام. میگه تو همسرشید، شیرم حرام یعنی چی؟ خوبی یک طرف، تقوا و خدا ترسی یک طرف، جذابیت زن و مرد برای همدیگه. در کنار خوبی و پاکی و تقوا و تدین باید زن و مرد جذابیت داشته باشن برای همدیگه تا عفت حاصل بشه. اگر دختر و پسرمون همدیگه نمیخوان، اجبارشون نکنید. بعد از 3 تا 4 تا بچه خودشون نشون میده. و غذایی که دوست نداره تو چرا وادارش میکنید؟ یه خوبی دیگه که دلش هم بخواد بهش بده. روز رسول خدا صلی الله علیه و سلم در عرفه ماه رمضان فرمود: رمضان، این ماه برکت، شما را فرا رسید. ماهی که خداوند شما را در زیر پوشش نوازش های خود قرار می دهد. رحمتش را بر شما فرود می آورد، گناهانتان را فرو می ریزد و دعایتان را اجابت می نماید. به اعمال نیک و رقابت های خیر شما در این ماه نظر می افکند و با شما در میان فرشتگانش افتخار می نماید. پس از خود خیر و نیکی را به خداوند نشان دهید. بدبخت حتما همان کسی است که در این ماه از رحمت خداوند عزه و جل محروم گردد. Понравился выпуск? Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и на уведомления. И расскажите, что...